10 سال پای دوست پسرش مون تا بیاد خواستگاریش. 20 سال توی تئاتر بی‌حاشیه بازی کرد اما هیچکی هنرشو ندید، ولی بالاخره توسط محسن تنابنده پولدار شد. خانم نسرین نصرتیو میگم، اون 49 سالشه و اصالتا اهل لاهیجانه ولی توی تهران به دنیا اومده. چند سالی توی مجارستان طراحی لباس خونده ولی سری برگشته ایران و اتفاقی منشی صحنه تئاتر شده. جالبه یه روز یکی از بازیگرای اصلی اون تئاتر نمیاد و نسرین جاش بازی میکنه. میگن از بس خوب بازی کرده که کارگردان عذر اون بازیگر اصلی رو خواسته. بعد اون سالها توی تئاتر بوده ولی دیده نمیشده تا اینکه بالاخره محسن تنابنده کشفش کرد و حالا نسرین یکی از ستونای اصلی پایتخته و برای 5 ماه بازی 5 میلیارد پول گرفته. جالبه نسرین جان وقتی 23 سالش بوده توی یه مهمونی با سام پاک پیکار دوست میشه و 10 سالم با هم بودن، ولی سام جان گردن نمیگرفته تا اینکه بالاخره بعد از 10 سال به اصرار نسرین میره خواستگاریش و الانم یه دختر داره. حالا شما بگین فهیمه پایتخت رو دوست دارین یا نه؟